تاریخ پر از جنگ و خون و قهرمانی، اما در دل این روایت ها لحظه‌ای هست که انسانیت به تاریکی کشیده میشه. امروز در تایم تیلز به سراغ 5 کشتار بزرگ تاریخ میرویم، اتفاقهایی که جهان رو برای همیشه تغییر دادن. آماده ای؟ چون این بار تاریخ چهره تاریک خودش رو نشان میدهد. قبل از شروع لایک و سابسکرایب یادت نره. بخش اول: قتل عام مغول‌ها در نیشابور. سال 1221 میلادی مغول‌ها به ایران رسیدند. نیشابور شهری پر از دانش و فرهنگ در برابرشون مقاومت کرد، ولی وقتی داماد چنگیزخان کشته شد انتقامش به شکل وحشیانه‌ای گرفته شد. طبق منابع تاریخی بیش از 1 میلیون نفر در نیشابور قتل عام شدند. حتی حیوانات و سگ‌های شهر هم از بین رفتند. شهری که روزی پایتخت دانش بود به خاک و خون کشیده شد. بخش دوم: کشتار ارامنه. در طول جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی دستور به تبعید و قتل میلیون‌ها ارمنی را داد. مردان اعدام، زنان و کودکان در بیابان‌ها رها شدند. تخمین‌ها از 1 تا 1.5 میلیون کشته حکایت داره. هنوزم بعد از 1 قرن دنیا بر سر نامش اختلاف داره: نسل کشی یا اتفاقی در میان جنگ. اما یک چیز واضحه: صدای اون قربانیان هنوز خاموش نشده. بخش سوم: بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی. آگوست 1945 میلادی 2 شهر ژاپنی در چند ثانیه از نقشه محو شدند. بیش از 200,000 انسان در 2 بمباران کشته شدند. آفتاب اون روز طلوع کرد، اما بر شهری که دیگر وجود نداشت. بخش چهارم: کشتار رواندا. تنها در 100 روز بیش از 800,000 نفر از مردم رواندا به دست هموطنان خودشان کشته شدند. تونسی‌ها و هوتوها، همسایه‌هایی که سالها کنار هم زندگی کرده بودند، ناگهان به دشمن مرگبار هم تبدیل شدند. این نسل‌کشی یکی از سریع‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین فجایع قرن 20 بوده. بخش پنجم: هولوکاست. و در نهایت یکی از تاریک‌ترین فصل‌های بشر. در دوران نازی‌ها بیش از 6 میلیون یهودی به همراه میلیون‌ها کولی، معلول و مخالف سیاسی در اردوگاه‌های مرگ نابود شدند. اتاق‌های گاز، قطارهای مرگ و سکوت جهان. هولوکاست یادآور اینه که تا کجا میتونه نفرت انسان پیش بره. اینها فقط 5 نمونه از بی‌رحمی‌های تاریخ بودن، اما شاید مهمتر از دونستن این فجایع اینه که فراموششون نکنیم، چون تاریخ اگه فراموش بشه دوباره تکرار میشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره.